ما با دو روش پارک عمودی انجام میدیم. روش اول اینه که زمانی که سمت چپ فضا داشته باشیم، قاب آینه رو میرسونیم به چراغ اول ماشین پارک شده. چراغ اولی که میبینیم بستگی داره ماشین با سر وارد جای پارک شده باشه یا با دنده عقب. به همین دلیل نمیتونم بگم چراغ سمت شاگرد یا چراغ سمت راننده. در مورد این ماشین چراغ سمت شاگرد رو داریم موازی با قاب آینه میبینیم. دنده یک به سمت چپ حرکت میکنم، فرمانم کامل به سمت چپ قفل میشه و حرکت میکنم تا جایی که چراغ سمت راننده رو بتونم از داخل این آینه ببینم. در مورد این ماشین چراغ سمت راننده، دنده عقب میزنم و چرخش فرمان رو به سمت راست شروع میکنم و از آینه های هر دو طرف چک میکنم. چرخش فرمان به راست، هر دو آینه رو چک میکنم، آینه چپ و آینه سمت راست. تا جایی به سمت عقب حرکت میکنم که ماشین من صاف بشه. الان ماشین صافه ولی چرخهای ماشین چرخیده. فرمان 1 2 و نیم به سمت چپ صاف میشه و من ادامه میدم به سمت عقب با یه پارک عالی بین دو خودرو و تمام.